درود بر شما، هر کجا این جهان پهنا و روزگار سپری میکنید سلامت باشید. VPN پارسی یک عنوان دیگر با عنوان VPN های مناسب مک او اس. امیدوارم که این عنوان اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون قرار بده. ابتدا آماری از دنیای حمله های سایبری ارائه خواهم کرد و بعد هم 3 VPN رو به شما بزرگواران معرفی خواهم کرد. اگر به تصویر دقت بکنید، آمار حمله های سایبری در آمریکا به نمایش در اومده. آماری که به شکل افزایشی از سال 2015 شروع شده و تا سال 2020 افزایشی بوده. از عدد تقریباً 240,000 قربانی رسیده به 530,000 قربانی در سال 2020 و بعد هم کاهشی داشته که به سطح 500,000 قربانی رسیده. باید بسیار مراقب جرائم برخط باشید. اولین VPNی که میخوام بهتون معرفی کنم وایپر VPN هست. اجازه بدید که با هم دیگه نگاهی بندازیم به وبسایت این VPN، ببینیم چه اطلاعاتی رو در اختیارمون قرار میده. در اپ استور و گوگل پلی که رتبه مناسبی رو داره، تمرکز ما در این فایل ارائه روی مک او اس هست، بنابراین میرم به سراغ نسخه های مختلف این VPN و همونجور که مشاهده میکنید در بسترهای مختلف نرم افزاری موجود هست که ما روی مک ضربه میزنیم و شما میتونید که نسخه منطبق بر مک او اس رو، نسخه سازگار با این سیستم عامل رو دریافت بکنید و نصب بکنید. اجازه بدید که نگاهی هم بندازم به وضعیت سرورها. در بیش از 70 نقطه در جهان سرورهاش موجود هستند و بیش از 700 سرور رو در اختیار کاربران قرار میده. میبینید که در نقاط مختلف جهان، در آمریکای شمالی، اقیانوسیه و حتی خاورمیانه و آسیا سرورها رو قرار داده و از پراکندگی مناسبی برخوردار هست این خدمت دهنده که وایپر VPN هست. میرم به سراغ دومین VPNی که براتون گردآوری کردم. اجازه بدید که معرفیش بکنم. بله، VPN دوم HMA هست که مخفف مؤدبانه رد پای من رو مخفی کن هست. اگر خودتون به وبسایتش بعداً سر زدین متوجه میشید که در مورد چی صحبت کردم و در واقع این VPN مخفف چه کلماتی هست. در صفحه ابتداییش، در وبسایتش، در صفحه ابتداییش یک پیشنهاد خوب رو قرار داده با 73% تخفیف که به نظر میاد که در یک دوره زمانی محدود این رو ارائه میده. ببینم که جزئیاتش چی هست. بله، ماهیانه 4.29 دلار هزینه خواهد داشت برای 36 ماه. البته این بسته برای 5 دستگاه هست. به صورت همزمان میتونید از 5 اتصال استفاده بکنید. اگر افزایشش بدید قیمتش رو هم افزایش میده و نزدیک به 6 دلار باید ماهیانه هزینه بکنید. اجازه بدید که برم سراغ نسخه مک او اس این VPN. میتونید به صورت آزمایشی 7 روز از VPN استفاده بکنید و با استفاده از این دکمه دریافت میتونید نسخه سازگار با سیستم عامل مک او اس رو دریافت بکنید و روی کامپیوتر خانگی یا کامپیوتر همراهتون نصب بکنید. این هم از VPN دوم. به سراغ VPN سوم میرم. VPN سوم یکی از خوشنامان بازار VPN هست، سرف شارک هست. اجازه بدید که نگاهی بندازم به وبسایت این VPN. در بسترهای مختلف نرم افزاری و سخت افزاری نسخه این VPN موجود هست. برای مرورگرهای وب هم افزونه هم داره. خصوصیاتش رو اینجا به شما متذکر شده. میتونید به صورت نامحدود در وسایل مختلفی ازش استفاده بکنید. جدول قیمتی این VPN
اینجا به نمایش گذاشته شده. یک بسته محبوب داره با تخفیفی که ادعا کرده 82% هست. ماهیانه براتون 3.59 دلار هزینه خواهد داشت. البته 4 ماه هم رایگان ارائه خواهد شد. این بسته 2 ساله است، 24 ماهه. البته میتونید بسته های دیگر 2 سالش هم خریداری بکنید که امکانات بیشتر یا کمتری رو داره. با توجه به نیازتون میتونید خریداری بکنید. در سبد محصولاتش به غیر از VPN محصولات دیگری رو هم ارائه میده. اجازه بدید که برگردم به صفحه ابتدایی و ببینم که وضعیت پراکندگی سرورهای این VPN چگونه هست. اگر که این اطلاعات رو اینجا بتونم به دست بیارم. در بیش از 100 کشور جهان سرورهای خودش رو قرار داده و شما میتونید از بیش از 3200 سرور استفاده بکنین. اجازه بدید که من نگاه بکنم واقعا این عدد و رقم درست باشه. بله، بیش از 3200 سرور در 100 کشور جهان به شما خدمت رسانی میکنند که میبینید که در قاره‌های مختلف و حتی در خاورمیانه و آفریقا هم این سرورها موجود هستند. این سومین و آخرین VPNی بود که به شما معرفی میخواستم بکنم. امیدوارم که اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون قرار داده باشم. به رسم احترام لیست منابعی که از اونها استفاده کردم رو میبینید. اگر این ویدیو مناسب بود و اون رو میپسندید لطفاً لایک بکنین و با دیگر عزیزانی که ممکنه مناسبشون باشه به اشتراک بذارید و اگر علاقه‌مند بودید عضو کانال VPN پارسی بشید تا از بروز رسانی این کانال مطلع بشید. امیدوارم که سالم و شاد باشید. بدرود.